پارلمان تاجیکستان هیئت حکومت نو را به بحث و بررسی زیاد تصدیق کرد. اکثر وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان که از حزب حاکم خلق دموکراتی هستند، وزیران نو را به وظیفه‌هایشان شایسته دانستند، اگرچه چند وکیل به آنها رأی مخالف دادند. احزاب دیگر چنین شکل تصویب هیئت حکومت را تنقید کردند. حکومت، رئیس جمهور تا حد آخرین برد امین سیستم یک حزبی است. منتقدان حکومت تاجیکستان میگویند نه همه اعضای حکومت نو کار خود را درست می‌دانند و سزاوار مقام وزیری نیستند. روز 16 دکبر در بسیاری از گوشه‌های تاجیکستان برف بارید و حرکت نقلیات را در شهرها و راه‌های کوهی مشکل کرد. با استفاده از فرصت بعضی از رانندگان کاردان در شهر دوشنبه قیمت راهگیرها را بالا بردند. بعد گفتن که دوست استانوفکا که رفتی تو میتونی زدشته خراب نکنی. حرارت هوا در تاجیکستان یک بار پایین آمد و روزهای نزدیک سردتر خواهد شد. مقامات تاجیکستان راه ماشینگردی را باز کردند که از قرقیزستان می‌گذرد و ناحیه ایسفره را با جزیره قلمرو تاجیکی واروخ می‌پیوندد. این راه از ماه اوگوست تاکنون بسته بود. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی در ولایت بادکن میگوید باز شدن راه زندگی ساکنان دهه قرقیزی داستوق را هم آسان می‌کند. راهی میان ناحیه ایسفره و انکلاوی واروخ از 25 اوگوست بسته بود. گفته میشد که سبب این اقدام انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان است. 4 دکبر در یک ملاقات ساکنان سالخورده دهه قرقیزی داستوق با مقامات بادکن درخواست شد که راه باز شود و سر از 12 دکبر در نتیجه مشورت مقامات دو جانب این راه رسما باز شد. بعضی از قسمت‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان تقسیم و علامت‌گذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان روستاهای مرزی بعضاً برای زمین و چراگاه و آب جنجال می‌خیزد. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان امر داده است شکایت گروهی از ساکنان سابق روستای بون حصارک در کنار دوشنبه بررسی شود. مقامات سال 2010 خانه‌های بعضی از ساکنان این روستا را ویران کرده و وعده دادند که با آنها منزل نو می‌دهند. از بس که وعده اجرا نشده است ساکنان بون حصارک به حکومت و پارلمان شکایت بردند. همین یک کمیسی تشکیل کرده رفته بین نوعی. حکومت دوشنبه در جای منزل زیستی ساکنان بون حصارک گلگشت باغ پایتخت را بنیاد کرد. در شهر دوشنبه گروهی از دانشمندان فرانسوی به متخصصان تاجیک شیوه‌های معاصر تحقیق دستخط‌های قدیمی را درس می‌دهند که در آثارخانه‌های تاجیکستان زیاد است. بنده تجربه خود را نشان میدم و درباره نسخه خطی، کتابت، کتابخانه ها، حفظ میراث مکتوب با هم صحبت میکنیم برای یک هفته و اینجا مهمان مرکز اسماعیلی هستند. دوره کوتاه مدت آموزشی با ابتکار پژوهشگاه زبان و ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان و یک مؤسسه تحقیقاتی فرانسه صورت میگیرد. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم ضمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.